زیارتگاه پیر نارکی از قدیمی‌ترین زیارتگاه‌های زرتشتیان در ایران به شمار می‌رود. این زیارتگاه از 3 طرف با کوه احاطه می‌شود. برخی معتقد هستند که نازبانو عروس پادشاه پارس با حمله مسلمانان به فارس به یزد می‌آید و در این کوه قید می‌شود. تعدادی خانه خشتی سنتی با نام خیله در نزدیکی زیارتگاه ساختند تا بازدید کنندگان و زائران بتوانند در آنها استراحت کنند. روز مهر 12 تا 16 مرداد تعداد زیادی از زرتشتی‌ها از سراسر ایران برای برگزاری مراسم آیینی و مذهبی در این نقطه جمع می‌شوند. در این زیارتگاه علاوه بر نیایش مراسم دیگری هم نیز در این مکان انجام می‌شود. البته از ماه‌ها قدر فراخوان آن به انجمن‌های مختلف زرتشتی داده می‌شوند و عبارتند از سنگباران کردن کوه گیگون، اجرای برنامه‌های موسیقی، آواز و شادمانی همگانی و غیره.